شما مقبره داریم، با صدها و هزارها مرده در اونجا دفن است. کدام روز کسی را دیده که رفته باشه در پالوی قبر نشسته باشه، از او چیزی طلب کرده باشه، طواف کرده باشه، زده باشه؟ مقبره است کو نکنه قبرا از بابا و اجداد، از خیلی اقارب امام است. کس برش اهتمام نمیکنه، اعتنا نمیکنه. اما ما بشر از همینجا چند نفر موثق میرویم، نعوذ بالله سگ مرداره میگیریم در سر یک تپه گور میکنیم، لیکن در سرش فقط و فقط یک دانه بیرق، یک دانه چوب استاد میکنیم، یک دانه لطگک هم در سرش بسته میکنیم. بعد فقط در یک هفته اول میگیریم که چه حالات در اونجا شروع میشه، که چه مردم در اونجا میروه و متوجه و گپ میشه. انگلیسی خبیث زمانی که در اینجا تسلط در افغانستان داشت، قبرای مزعومی قبرای خود ساخته را خیلی برای ما جور کرد. به الله معلوم که چه چیزا را دو دفن کرد، خب بیرق سرش بالا کرد، خب نامش گذاشت. بابا قدش قطی کرد، اگر تور بابا شد، اگر شړی بابا، اگر گل بابا، اگر خان بابا، دولکی بابا، چلگزی بابا، کلش بابا قدش پیوست کرد و تا امروز مردم در اونجا سجده کرده رایست. کدام سند کی بود و بابا؟ کدام رقم نفر بود؟ چی کرده بود؟ عبادتش، علمش چقدر در کجا بود؟ امروز دور نمیریم، بزرگترین مرکزی که مردم در اونجا از جاهای دور، حتی از پاکستان و ایران سفر میکنه، از تاجیکستان، در مزار به نام قبر سخی است. کدام سند کی داره؟ یک سندی قوی را پیش بکنه که اونجا قبر علی رضی الله عنه است. کی ثابت کرده میتونه؟ خو ثابت میکنه. ما خو ببینم که صالح علیه السلام یا یوسف علیه السلام یا شیس علیه السلام در کوه پغمان چی است؟ دفن است. و برو مردم بگویم آیا بخو قبرها ثابت میشه؟ ای افسوس، شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله اقتضاء الصراط المستقیم کتابش است، بسیار بحث مفصله در همچو باب نوشته کرده. حتی قبرای انبیاء علیهم السلام بجز از قبر پیغمبر قبر دیگری به سند صحیح ثابت نیست که معلوم دار باشه. یک بعضی علما قبر ابراهیم خلیل الله را میگه، دیگه یک قبر پیغمبر بگوی ثابت نیست. لیکن شما در لغمان مهترلام بابا را هم چی میگه؟ پیغمبر جور میکنه یا نمیکنه؟ عجیب است. ما آنی بگویم امی قبر سخی از قبر سخی کده قبر محمد رسول الله فضیلت زیاد داشت. خدا قبر پیغمبر گفت که محل اجتماع جور نشد. خود پیغمبر گفته این قبر بزرگترین ولی، این قبر اعلاترین ولی در مورد قبر چیست؟ دستور پیغمبر علیه السلام چیست؟ پیغمبر علیه السلام خود میگه که قبر بالا را نگذاری، او را برابر کو با قبرهای دیگه، به خاطر که امتیازش ثابت نشوه، مردم توجه زیاد در طرفش نکنه. این گپا را که میگم انشاءالله، البته در کتابای کل مذاهب ساختمان جور کردن، چونه زدن، سمتکاری کردن، پنجره گرفتن، بیرق بالا کردن، این کلش در کل مذاهب مکمل حرام است. قطعا کل فتواها پر است. از یک علمای احناف اعمال من میدیدم که یک فتوام باقی نمانده که در این مورد نوشته نکرده باشه که این حرام است. ولی کجاست؟ ما چرا مخالفت دستوری پیغمبر علیه السلام کرده رایستیم که قبرها را بلند میکنیم، پنجره برش میگیریم، پخته میکنیم؟ چرا میکنیم؟